با عرض سلام دوستای عزیزم، سیمین کلانترین هستم، دبیر ریاضی. با مبحث مجموعه ها از فصل 2 در خدمتتون هستیم. ولی تعریف از مجموعه داشته باشیم. هر دسته مشخص شده از اشیا رو که به هم قرار بگم بهشون میگیم مجموعه و به هر کدوم از این اشیا میگیم اعضای این مجموعه. حالا دوستای گلم، تعلق یا عضویت به چه ترتیبی تعریف میشه؟ هر عضو مجموعه رو میگیم به این مجموعه تعلق داره یا داخل مجموعه هستش. حالا از ما پرسیده شده که از جملات زیر کدوم درست کدوم نادرست. آیا منفی 1/3 عضو اون علامت عضویته؟ عضو مجموعه کیو یا اعداد گویا هست؟ بله، این پس صحیحه. گزینه دوم گفته رادیکال 2 آیا عضو اعداد کیو سی یا کیو پریم نشون دهنده اعداد گنگه؟ بله، رادیکال 2 عضو اعداد گنگ هست. سوال بعدی پرسیده از ما که آیا آکولاد 1 عضو این مجموعه نیست؟ ولی آکولاد 1 رو ما داخل مجموعه می‌بینیم، پس این جمله غلطه. آکولاد 1 دقیقاً عضو این مجموعه هست. قسمت بعدیش پرسیده آیا 1 عضو این مجموعه هست؟ نه. چرا؟ چون آکولاد 1 عضو این مجموعه است، پس این هم غلطه. دوستای گلم، مجموعه توهی ازتون پرسیدن تا حالا مجموعه هست که هیچ عضوی نداشته باشه؟ میگیم بله، مجموعه توهی. پس مجموعه توهی مجموعه هستش که هیچ عضوی نداره. تست رو از کتاب آبی انتخاب کردم براتون. گفته کدام یک از مجموعه زیر توهیه؟ آیا مجموعه اول که داخلش صفره؟ نه، این نشون دهنده مجموعه توهی نیست. این مجموعه، دوستای گلم توجه کنید که مجموعه توهی رو ما با اون دو تا علامت نشون میدیم، یا کروشیه که داخلش هیچی نیست یا فی. پس دوستای گلم، این گزینه 2 نشون دهنده مجموعه توهی نمی باشد. گزینه سوم چی؟ مجموعه اعداد اول کوچیک‌تر از 3. ما اعداد اول کوچیک‌تر از 3 داریم. 2. گزینه چهارم چی گفته؟ مجموعه اعداد اولی که بین 24 و 28 باشن. اعدادی که بین 24 و 28 چه چیزایی هستن؟ 25، 26 و 27 که هیچ کدومشون عدد اول نیستن. پس فقط مجموعه آخر هستش که مجموعه توهی و هیچ عضوی نداره. مفهوم زیر مجموعه چجوری هستش؟ مجموعه آ رو که هر عضوش رو داخل مجموعه بی هستش، ما میگیم پس مجموعه آ زیر مجموعه بی هستش. ولی یه نکته یادتون باشه، اینکه تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه کا عضوی برابر است با 2 به توان کا یا 2 به توان تعداد اعضا. پس سوال از ما پرسیده تعداد زیر مجموعه این مجموعه چند تاست؟ تعداد زیر مجموعه‌اش از ما پرسیده. به عضواش توجه کنید. آکولاد 1 و 4، آکولاد 1 و 1 و 4، آکولاد 1 و 4 و 4. دوستای گلم، یه نکته برای حل این و بلد باشی، این که تکرار عضوهای مجموعه در تعداد عضوهای مجموعه اصلا تأثیری نداره. الان اینجا نگاه کنی، این 1-2 بار تکرار شده، یکیشو حذف می‌کنی. این مرحله دیگه، این 4 هم 1 بار تکرار شده قبلا، پس 4 هم اضافه هستش، پس اینم خط میزنیم. حالا از اون شد چی؟ 1 و 4، 1 و 4، 1 و 4. خود 1 و 4 داره 3 بار تکرار میشه، پس 2 تاشو خط میزنیم. پس فقط این مجموعه چند تا عضو داره؟ یه عضو. پس تعداد زیر مجموعه‌اش میشه 2 به توان کا برابر 1، پس میشه 2 عضو. گزینه 2 هم صحیحه. مفهوم تساوی هم با هم داشته باشیم. اگر هر عضو مجموعه آ عضوی از مجموعه بی و هر عضو مجموعه بی عضوی از مجموعه آ باشه، میگیم دو تا مجموعه با هم مساویان. تست کتاب آبی گفته دو تا مجموعه آ مساویان هرگاه گزینه اول تمام عضوهای آ در بی باشه. راجع بی چیزی نگفته. گزینه 2 هم همینطور گفته هر عضو دلخواه از آ در بی وجود داشته باشه، ولی راجع به اعضای بی صحبتی نکرده. گزینه 3 گفته هر یک زیر مجموعه دیگر باشه. اگه آ زیر مجموعه بی باشه و بی زیر مجموعه آ باشه، پس این دو تا مجموعه با هم برابرن، چون اعضای هر کدومشون مشترکه. سوال 4 هم که گفته تعداد عضوهای آ و ب برابرن، که این غلطه. راجع به خود اعضا چیزی صحبت نکرده، پس فقط گزینه 3 صحیحه. از توجه شما